رژیم کتوژنیک باعث کاهش وزن خیلی سریع میشه، ولی یک سری افراد بودن و طبق تجربه اومدن و گفتن که ما با گرفتن رژیم کتوژنیک که گفتن 15 کیلو کاهش وزن در یک ماه اتفاق میفته برامون، باعث شده که اختلالات خواب بگیریم، باعث اختلالات دستگاه گوارش، حالت تهوع، سرگیجه شده و امروز قراره صحبت کنیم که ببینیم جریان اینا چطوری. رژیم کتوژنیک اولین بار برای کودکانی که سر داشتن در واقع ایجاد شد. به مرور زمان متوجه شدن افرادی که با این سیستم غذایی حرکت میکنن به سمت جلو باعث میشه که کاهش وزن خیلی سریع داشته باشن و خب فواید خیلی زیادی هم داشت رژیم کتوژنیک، مثل در واقع افرادی که سرطان دارن و برای پیشگیری از سرطان، یا افرادی که در مرحله سرطان هستن، افرادی که برای آلزایمر میخواستن پیشگیری کنن و فواید خیلی زیادی برای افرادی داشت که دوست داشتن که عملکردهای بدنشون رو یک مقداری بالاتر ببرن. ولی به مرور زمان اومدن و طبق تحقیقات متوجه شدن خب یک سری خوبی‌ها داره، یک سری بدی‌ها هم داره و قراره داخل این ویدیو کامل با هم دیگه در خصوصش صحبت کنیم. رژیم کتوژنیک اولین چیزی که داره داخل این موضوع اینه که رژیم کتوژنیک یک سیستم گروه غذایی خاص داره، مثل گروه غذایی رژیم‌های دیگه نیست، مثل رژیم‌های پایه نیست. سیستم کتوژنیک میگه که ما باید کربوهیدرات رو محدود کنیم و اون سیستم انرژی بدن که داره در واقع سوخت و ساز رو انجام میده رو جایگزین با کتونی کنیم و کامل من توضیح میدم، اصلا گیج کننده نیست، فقط خوب گوش کنید تا آخر محتوا هم همراه من باشید. و کتوژنیک اومده و این سیستم رو داره برای ما ایجاد میکنه. پس اولین مرحله کربوهیدرات رو به سمت پایین میاره و به حداقل 5% میرسونه و تمرکز رو میذاره روی چربی های سالم بین 70 تا 75% و خب درصدها همیشه درست نیستن، به خاطر اون در واقع بهینه‌سازی رژیم کتوژنیک که ما داخل ایران، اون کتوژنیکی که خیلی معروفه و خیلی مقالات و چیزای اینطور داره در واقع نیستش و بهینه‌سازی شده است در واقع چیزی که افراد دارن ازش استفاده میکنن و این درصدها در واقع متغیرن و برای هر شخصی هم میتونن تغییر کنن. چربی های سالم به 75% میرسه و پروتئین هم در اون حالت متوسط 20% 25% ثابت میمونه. رژیم کتوژنیک تاکید داره رو این که ما بیایم کربوهیدرات رو خیلی کم کنیم، مثل یک سری مواد غذایی مثلا نون جو، نون گندم، اینو رو استفاده نکنیم، نون ذرت رو جایگزینش کنیم و خب میگم در بهینه‌سازی شده کتوژنیک اصلا اینطور نیست، ولی خب سیستم خود کتوژنیک اینطوریه و بیایم از چربی‌های سالم استفاده کنیم به جای این موضوع و میتونیم از پروتئین‌ها استفاده کنیم. چربی‌های سالم که میگم منظورم این نیست یه دبه روغن بگیریم دستمون بخوریم، منظورم روغن زیتونه، منظورم روغن نارگیل، بادام زمینی، بادام معمولیه، منظورم روغن آووکادو، خود آووکادو، منظورم همچین چیزاییه. وقتی که دارم میگم کربوهیدرات رو باید محدود کنید، گفتم دیگه باید بین 5% باشه. پروتئین هم میتونه مرغ باشه، ماهی باشه، گوشت باشه، تخم مرغ باشه و خب چیزای دیگه که داخل این دسته وجود داره و من کامل یه لیست بهتون میدم، هم داخل این محتوا و هم محتوایی که قراره فردا در اختیارتون داخل کانال قرار بگیره و آپلود بشه. اونجا کامل لیست غذایی رو بهتون میدم که راحت میتونید با اونا طبخ داشته باشید و ازشون استفاده کنید. حالا بریم سراغ این که اصلا این رژیم کتوژنیک چند مدل داره و چقدر میتونه برای بدن مفید باشه. راستی قبل از اینکه ادامه مطالب رو داشته باشیم، سلام، من امید هستم، دوست شما، کانالی که شما در اختیارتون قرار دادیم و اومدید اینجا و در وقت مهمون ما هستید. اینجا قراره که یک سبک زندگی خیلی فوق‌العاده رو ایجاد کنیم، سبک زندگی که هم ورزش داخلش باشه، هم در واقع رژیم‌های غذایی، برنامه‌های غذایی باشه و هم یک ذهنیت درست نسبت به کاهش وزن و لاغری و سلامت باشه و همیشه تاکید ما فقط روی لاغر شدن نیست. خب اوکی، 1 ماه 2 ماه 3 ماه من اومدم و لاغر شدم، حالا بعد از این 1 2 ماه 3 ماهی که من لاغر شدم، خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که اون سبک زندگی به شما کمک میکنه که لاغری ماندگار رو داشته باشید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید برای استفاده بیشتر از محتواها. این محتوا رو حتما لایک کنید برای حمایت از من و اگر سوالی داشتید در بخش کامنت ها حتما سوال بپرسید و برای اینکه یک جامعه سالم‌تر داشته باشید حتما لینک این ویدیو رو در اختیار دوستانتون قرار بدید و در گروه‌های خانوادگی به اشتراک بذارید.
انواع مدل رژیم های کتوژنیک رو داریم، مثل رژیم کتوی استاندارد که همین سیستم اولیه که بهتون گفتم، همون 20 75 و همون 5% کربوهیدراتی که وجود داشت. کتوی هدفمند داریم. کتوی هدفمند برای افرادی استفاده میشه که این افراد داخل دوران نزدیک به ورزش هستن و نیازه که پروتئین بیشتری دریافت کنن یا اینکه مثلا کربوهیدرات بیشتری دریافت کنن، که میگم به خاطر اینکه رژیم کتوژنیک یک سری عوارض داره که در ادامه بهتون میگم، اینها طبق نظر متخصص یک مقداری تغییر پیدا میکنه. یا کتوی در واقع با پروتئین بالا داریم که این بیشتر برای افرادی هستش که داخل یک بحران زمانی طبق نظر در واقع متخصص میگن که باید یک مقداری پروتئین رو افزایش بدیم. یا کتوی دوره که اصلا از اسمش هم مشخصه، کتوی دوره یعنی که ما داخل یک مدت زمانی که این روال استاندارد رو میبریم جلو، طبق نظر متخصص به خاطر اینکه بدن داخل یک سری اتفاقات اون حالت تهوع بیش از حد، در واقع به خاطر اینکه بدن اون سیستم سوخت رو عوض میکنه، یک سری اتفاقات داخل بدن میفته و خب بعضیا نمیتونن این روال عادتی رو داشته باشن، حالا داخل یک دوره‌های زمانی یک مقداری کربوهیدرات بیشتری دریافت میکنن. همونطوری که خیلی ها اومدن و رژیم کتوژنیک رو گرفتن که گفتم اولین بار هم برای در واقع کودکانی که سر داشتن در واقع ایجاد شد. افرادی که اومدن رژیم کتوژنیک رو گرفتن و با این سیستم حرکت کردن، دیدن که کاهش وزن خیلی سریع و خوبی رو دارن. ولی به مرور زمان طبق تحقیقات و طبق تجربه‌ای که افرادی که این کار رو انجام دادن و اومدن گفتن، چند تا چیز مشخص شد. اول اینکه افرادی که با سیستم کتوژنیک حرکت کردن باعث شده بود که بعد از این مدت که رژیم کتوژنیک رو کنار بذارن، بازگشت وزن داشته باشن، اونم 2 برابر وزن قبلیشون. باعث شده بود که حالت تهوع بیش از حد، سردرد خیلی زیاد، اختلالات گوارشی و بیخوابی داشته باشن این افراد. و به خاطر همین موضوعی که در واقع یک سری از متخصصین ما میان و بهینه سازی شده در واقع رژیم کتوژنیک رو ارائه میدن، مثل رژیم در واقع مدیترانه‌ای و خیلی از رژیم‌های دیگه که خب با سیستم ما ایرانی شاید همخوانی نداشته باشه و خب یه سری تغییرات رو داخلش ایجاد میکنن. حالا بریم برای مبحث بعدی. خب اوکی، من رژیم رو کتوژنیک رو گرفتم، با سیستم کتوژنیک میخوام حرکت کنم، چقدر وزن میتونم کم کنم؟ در سبک کتوژنیک به خاطر اینکه کربوهیدرات به سمت پایین میاد و در واقع حذف میشه و خب خیلی وقتا اگر خوب فکر کنید 5% این که اصلا کربوهیدرات این کار کامل حذف شده. به خاطر این حذف کردن اون در واقع قندی که در واقع اون اصلش گلوکوز وجود داره و خب ماده اصلی انرژی در واقع مغزه، باعث میشه که خب اون به مغز نرسه و این وسط بدن میاد و اون در واقع انرژی لازم که از اون کربوهیدرات در واقع گرفته میشد رو به وسیله چربی، به وسیله اجسام کتونی ایجاد میکنه و خب انرژی مغز رو تأمین میکنه. که من الان کمدی مثال میذارم متوجه بشید این که دارم میگم کتونی ایجاد میکنه و اینکه باعث انرژی سوختی میشه یعنی چی، این تغییر چطوریه براتون. کتوژنیک باعث میشه برای حتی افرادی که سرطان دارن، پارکینسون دارن، آلزایمر دارن، تومورهای مغزی دارن، میتونه خیلی مفید باشه. حالا اینجای داستان این تغییر سیستمی چطوریه، اینکه انرژی تغییر میکنه، کتونی میاد، کربوهیدرات هضم میشه، گلوکوز برای مغز، این چطوریه دقیقاً کامل الان ساده براتون توضیح میدم. ما یه خودرویی داریم، یک ماشینی داریم، شروع کردیم به حرکت کردن، زمانی که رفتیم یک جا سوختمون تموم میشه، بنزین ما تموم میشه. تنها کاری که ما میکنیم اینه که این ماشین مایی که دوگان سوزه فقط سوختش رو عوض میکنیم. بعد از اینکه سوخت رو عوض کردیم به ادامه مسیر ما حرکت میکنیم میریم. بدن ما هم همینطوریه، اون مورد نیاز رو از کربوهیدرات میگیره و زمانی که از اون کربوهیدرات رو ما اومدیم و حذف کردیم، اون گلوکوز رفت کنار، میایم و از سیستم در واقع کتونی یا همون چربی های سالم استفاده میکنیم. به همین راحتی، اصلا چیز کامل پیچیده و چیزا اینطور نیست. چون خیلی از دوستان اومده بودن گفته بودن که آقا ما خیلی سخته، یعنی چی که نمیدونم کتونی چیه، گلوکوز چطوریه، سیستم مغزی چطوریه. و سوالی که خیلی از دوستان میپرسن اینی که داخل کتوژنیک چه چیزایی رو نباید بخورید. کیک نمیتونید بخورید، نوشابه نمیتونید بخورید، شیرینی ها رو نمیتونید بخورید، از مصرف غلات اصلا کلا باید بیخیال بشید، نخود، حبوبات اصلا نمیتونید شما در واقع استفاده کنید، از یک سری میوه‌جات هم نمیتونید استفاده کنید و یک سبک خیلی عجیبه به نظر من.
و خب شاید هم نتونن باش کنار بیان و طبق تجربه خود من پیشنهادی که داخل سبک زندگی همیشه به بچه‌های خودم میگم و افرادی که داخل دوره من ثبت نام میکنن میگم که نگاه کنید، شما زمانی که میخواید وارد یک برنامه غذایی بشید، یک رژیم غذایی رو انتخاب کنید و شروع کنید به انجام دادن، اولین نکته که باید رعایت کنید اینه که اول آگاهی داشته باشید. دوم اینکه اصلا ببینید شما بدنتون، وجودیت مغز و ذهنتون، باوراتون، فکریتون میتونه با این سیستم در واقع غذایی کنار بیاد یا نه. ما آدمایی رو داریم که با مثلا رژیم فاستینگ، که من اصلا کامل موضوع فاستینگ رو که این لینکش رو این بالا میذارم کامل بستم و کامل توضیح دادم که چطوریه و چطور میتونیم باش لاغر شیم. بعداً میتونید از سمت بالا برید و این محتوا رو هم ببینید، خیلی فوق العاده است. یه حدود 30 دقیقه نشستم کامل توضیح دادم براتون. و مثلا با فاستینگ خیلی نمیتونن بیان و این رژیم رو و این کاهش وزن رو ایجاد کنن، به خاطر اینکه همین که میان و میخوان شروع کنن در واقع این رژیم فاستینگ رو، به یک بار کل توجه و فکر این آدم میره روی گرسنگی و گرسنگی کشیدن و تمرکز از بین میره، به خصوص برای افرادی که خیلی نیاز دارن که تمرکز روی یک مبحث، کسب و کار، درس و یا یک سری چیزای اینطوری داشته باشن. و این موضوع هم همینطوره. پس با آگاهی خوب گوش بدید و نکات رو چک کنید، ببینید تا کجا میتونید ادامه بدید. حالا داخل کتوژنیک چه چیزایی رو میتونیم بخوریم؟ آقا غذاهایی که چربی دارن، از کربوهیدرات تشکیل نشدن، مصرف انواع گوشت قرمز، بوقلمون، میتونید از استیک، مرغ، سوسیس، کالباس و کالباس، منظورم سوسیس کالباس که میگیم سوسیس کالباس خونگیه، برگر معمولی خونگی خودمونه، نه چیزی که از بیرون تهیه میشه. ماهی سالمون و تون ماهی که در واقع میتونید استفاده کنید، کره خامی که از شیر طبیعی باشه. و کتوژنیک یک تأکیدی که داره رو اینه که آقا شیر کم چرب تو نباید بخوری، شیر بی چربی تو نباید بخوری و خیلی خوبه که شما از شیرهای مثلا محلی طبیعی استفاده کنید که خیلی اون هیته پاستوریزه و اون بهداشتی بودن رو رعایت کرده باشه. آووکادو، سبزیجاتی که با کربوی خیلی پایین باشه، کربو همون کربوهیدرات منظورم، مثل گوجه فرنگی، پیاز، سبزیجات یا مثلا سبزیجاتی که در واقع یا مثلا مغزیجات، روغن زیتون، روغن ناری، روغن آووکادو، روغن کانجت و روغن آفتابگردون و این سیستما رو شما میتونید خیلی راحت پیش ببرید بدون اینکه حالا خیلی اذیت بشید و چیزای اینطوری. عوارض رژیم کتوژنیک که بهتون گفتم، یکیش اینه که شما احساس گرسنگی خیلی زیادی رو به خصوص اون اوایل دارید، حالت تهوع رو دارید، حالت سرگیجه رو شما دارید، اختلالات گوارشی رو خیلی از افراد دچارش میشن، اختلال در خواب، کاهش عملکرد ذهنی رو خیلی از افراد دارن. و یه چیزی که خیلی مهمه، ما یه چیزی داخل کتوژنیک داریم و اونم آنفلانزای در واقع کتوه، که به خاطر اینکه بدن این جایگزینی رو میخواد انجام بده و از کربن میخواد بره به سمت در واقع کتونی، باعث میشه یه سری حالت تهوع، یه حالت مثلا خستگی، خماری، یه حس اینطوری مثلا بدن درد، یه حالت اینطوری داره که خیلی از متخصصین میان و این سیستم رو برای اینکه افراد دچار نشن با مکمل‌های در واقع دارویی این موضوع رو درست میکنن. و خب یک نکته خیلی مهمی هم که وجود داره، خیلی از افراد رژیم کتوژنیک رو نمیتونن انجام بدن و اونم به خاطر اون عوارض یبوستی که خیلی داهاش در واقع درگیر میشن. مهمترین چیزی که من از اوایل کانال تا به الان دارم دائم تکرار میکنم و مطمئن باشید که در ادامهم زیاد این موضوع رو تکرار میکنم، اینه که سیستم های غذایی رژیمی برای ما همه موقتن. یعنی باید ما یک سری مدت زمان مشخص کوتاه این رژیم رو انجام بدیم، هیچ فرقی هم نداره چه رژیمی باشه، چون همه اینا یک سری عوارض داره که در بلند مدت علاوه بر این که باعث میشه ما به یک نقطه برسیم که دیگه استوپ وزنی بخوره، اونم به خاطر سیستم اصلا ساختاری بدن، اون حفظ بقا بودن، باعث یک سری آسیب هم میشه. به خاطر همین موضوع باید حتی رژیم کتوژنیک رو هم به صورت موقت بیایم و انجام بدیم، یک مدت زمان کوتاه بین 1 تا 3 ماه. حالا طبق نظر متخصص میتونه این مدت زمان یا کمتر باشه یا اینکه بیشتر باشه، ولی خب ما یه سری از افراد رو داریم به صورت خودسر میان و شروع میکنن به رژیم گرفتن و بعد طرف 6 ماه 7 ماه رژیم گرفته، بعد میاد میگه که آقا من وزنم اینقدر بود، خدا رو شکر تونستم 60 کیلو کاهش وزن داشته باشم، 20 کیلو کاهش وزن داشته باشم، ولی متاسفانه دیگه الان مویی برام نمونده که بخوام نشون بدم بگم که من اینقدر مو دارم، یا اینکه مثلا من اینقدر مثلا کاهش وزن خیلی خوبی داشتم ولی خب اینقدر اختلالات بدنی فلان و فلان و فلان چیز دارم.
و این همون در واقع چیزیه که من از روز اول تا الان دارم بهتون میگم و اونم اینه که شما بعد از اینکه رژیم غذایی کوتاه مدت گرفتید باید رژیم غذایی رو جایگزین با سالم خوری و متعادل خوری کنید. پس این خیلی مهمه. یکی از مهمترین چیزایی که شما میتونید داخل کتوژنیک باعث بشه که وزن خیلی زودتری رو در واقع کم کنید و این سرعت ببخشید به کاهش وزنتون اینه که رژیم فاستینگ رو همراه با کتوژنیک ترکیب کنید و شروع کنید. و بهترم اینه که شما اون روز اول که میخواید شروع کنید به رژیم کتوژنیک اول با فست برید جلو و بعد کتوژنیک رو ادامه بدید که در ویدئوی بعدی که براتون داخل کانال آپلود میکنم کامل در واقع کتو فست رو توضیح میدم. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید که از دست ندید محتوا رو. رژیم کتوژنیک یکی از چیزای حالا خیلی خوبی که در واقع داره اینه که شما با یک بار رژیم کتوژنیک گرفتن باعث میشه به مدت 1 سال سطح تریگلیسیرید و کلسترول خونتون کاهش پیدا کنه. این یعنی که شما اون جایی که مثلا میرید مثلا فلان دکتر یا فلان شخص میگه که مثلا باید بری فلان دارو رو بخوری، صبح ناشتا باید بلند شی 10 تا فلان چیزو ترکیب کنی، یه معجون درست کنی 6 ماه بخوری تا درست بشه، داخل مثلا یه رژیم کتوژنیک کوتاه مدت باعث میشه که این سطح تریگلیسیرید و کلسترول خونتون تنظیم میشه و به سمت پایین در واقع حرکت کنه. و این بود مطالب در واقع که رژیم کتوژنیک ما. فقط میمونه چند تا چیزی که خب ما هنوز متوجه نشدیم. آقا اوکی رژیم کتوژنیک خوبی و بدی و فلان چیزشو ما کامل متوجه شدیم، ولی یه سوال، ما داخل رژیم کتوژنیک چه چیزایی رو میتونیم بخوریم؟ من فقط یک سری از غذاها رو اسم میبرم و مابقی رو داخل کپشن براتون میذارم، داخل دیسکریپشن براتون میذارم، اونجا میتونید مطالعه کنید و اگر که دوست داشتید میتونید نکته برداری کنید. رژیم کتوژنیک رو بهینه سازی میکنن و نمیتونن رژیم خود کتوژنیک رو بیارن به افراد ارائه بدن، چون واقعا سخته برای ما ایرانیایی که 24 یا نون دستمون یا برنج دستمون بگیم نه این باید متوقف بشه. و خب واقعا یه سری چیزا سخته. مایی که مثلا هر وعده میوه میخوریم بگیم که نه آقا میوه محدود، مثلا فقط چند تا مدل، مثلا توت فرنگی بلوبری، مثلا چیزای اینطور، و خب ما اینا رو نتونیم استفاده. به خاطر این بهینه سازی میشه که هم افراد بتونن استفاده کنن و هم این تاثیرات در واقع کتونی رو داشته باشن. حالا فهرست کامل غذای کتوژنیک ایرانی رو بهتون چند تا میگم، 5 تا از هر کدوم میگم، شما میتونید مابقی رو داخل دیسکریپشن پیدا کنید. انواع دلمه گوشت، مرغ گوشت کبابی، کتلت، کوکو سبزی، کوکو بادمجان، کوفته گوشت پنیری، میگو، انواع ماهی‌های کبابی یا بخارپز. ببینید اگر من بخواستم میومدم اونجا مثلا میشستم با تو صحبت میکردم فلان چیزو نمیتونید بخورید و فلان چی، بعد شما میگفتید وای چقدر سخته، نه این رژیم به درد نمیخوره. پس خیلی مهمه لیست غذا رو از داخل دیسکریپشن پیدا کنید، اونجا کامل میتونید ببینید و خودتون انتخاب کنید که کدوم رو میتونید استفاده کنید. حتی مرغ شکمپار هم میتونید استفاده کنید، ولی یه چیزی که وجود داره اینه که باید حتما بدون پوست باشه. چند تا موارد وجود داره، من فقط 5 تاش رو بهتون میگم، مابقی رو داخل دیسکریپشن براتون گذاشتم که وقتی ویدیو زیاد نشه. ما همونطوری که میتونیم یه سری چیزا رو بخوریم، یه سری چیزا رو هم نمیتونیم بخوریم. حالا اونایی که نمیتونیم بخوریم چی؟ آقا شربت افرا و عسل رو نمیتونید داخل دوران کتوژنیک مصرف کنید. ما هم به خاطر اون قند غلیظی که داره، سس کچاپ یا سس مثلا فلفل دلمه شیرین، اینا رو ما هم شیرین نمیتونیم استفاده کنیم به خاطر اون حالا چاشنی بسته‌بندی شده و چیزای اینطوری که حالا شکر در واقع داخلش وجود داره. مواد غذایی کم چرب ما داخل دوران کتوژنیک نمیتونیم استفاده کنیم، مثل ماست کم چرب، شیر کم چرب، سس مایونز کم چرب یا سسایی که برای سالاد استفاده میشه کم چرب. و این کم چرب بودنی که من دارم میگم منظورم این نیست که مثلا بدون چربی باشه، نه کم چرب منظورم، یا مثلا کره بادون زمینی کم چرب، اینو باید حتما یا پرچرب باشه یا اون حد متعادل رو داشته باشه. و سیب زمینی و سایر سبزیجاتی که در واقع نشاسته این، مثل سیب زمینی سرخ کرده، آبپزی، اینجا رو شما باید قیدشون رو بزنید. حبوبات مثل لوبیا و عدس و نخود و چیزای اینطوری هم نمیتونید بخورید. پس نتیجه میگیریم شما آش و چیزایی که حالا به وسیله اینو هم درست میشه رو نمیتونید بخورید. و سوال اصلی اینجاست، به نظر شما با این سیستم غذایی که ما گفتیم شما میتونید سیستم کتوژنیک استاندارد رو باش حرکت کنید، یا در واقع تصمیم میگیرید که زیر نظر یک متخصص بهینه سازی شدهش رو به سمت جلو
ببرید. خیلی ممنونم که این محتوا همراه ما بودید، مهمون ما بودید، به حرفای ما توجه کردید و امیدوارم که بتونید بهترین استفاده رو ازش ببرید. من خیلی عذر میخوام، هم قسمت بالا بودیم هم قسمت پایین تمرکز داشتیم نکات رو بهتون میگم، چون نکات خیلی زیاده بچه‌ها، خیلی زیاده. من دسته‌بندی کردم براتون که برای ویدیوی بعدی هم بگم. یه سری از اینا رو من جابجا کردم براتون که بعداً بتونم داخل محتوای ادامه بیشتر توضیح بدم، چون قراره داخل این کانال من یک سبک زندگی برای شما ایجاد کنم و نه اینکه بیام بگم که آقا فلان رژیم برید بگیرید اینقدر خوبه لاغر میشید. نه، اصلا لاغر شدن مهم نیست، لاغر موندنه که خیلی در اولویت ما باید قرار گرفته باشه. کانال رو حتما سابسکرایب کنید برای ادامه آموزش ها. این محتوا رو امیدوارم حتما لایک کرده باشید برای حمایت از من. سوالاتتون رو در بخش کامنت ها حتما بپرسید. تا یه محتوای دیگه، خدا نگهدار.